تاجیکستان و قرقیزستان 11 نفری شهروندان بازداشت شدهشان را مبادله کردند. تاجیکستان دوباره به شبکه واحدی برقی آسیای مرکزی می پیوندد. خدمات علاقه تاجیکستان مشتریانش را به ندانستن قاعده های استفاده از اینترنت متهم کرد. سیاستمدار روس ایلیا یاشین با اتهام بی‌آبرو کردن ارتش روسیه به حبس محکوم شد. مقامات قضایی تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرقیزستان را آزاد کرد. به گزارش اوکی پرس، این 11 قرقیز به اتهام عبور غیرقانونی مرز تاجیکستان در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شدند که به مقامات قضایی قرقیزستان تحویل داده شدند. عبدالکریم آلیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان از توافق با مقامات ولایت سوغد تاجیکستان برای آزادی شهروندان بازداشت شده دو کشور به اتهام عبور غیرقانونی مرز خبر داده بود. از سوی دیگر مقامات قضایی قرقیزستان 11 شهروند بازداشت شده تاجیکستان به اتهام عبور غیرقانونی مرزی را آزاد کردند. این افراد همچنین به پرداخت 50,000 سام قرقیزی برای عبور غیرقانونی مرز قرقیزستان محکوم شده اند. مقامات دادستانی کلی تاجیکستان گفته بودند که در سال 2021 نزدیک به 40 شهروند قرقیزستان به اتهام عبور غیرقانونی مرزی بازداشت و به زندان محکوم شدند. معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان از پیوستن دوباره کشور به شبکه واحد برقی آسیای مرکزی خبر داد. جمشید شاهینزاده معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی وزارت گفت که به احتمال زیاد فعالیت دوباره تاجیکستان در شبکه واحد برقی آسیای مرکزی از آخر سال 2022 یا اول سال 2023 آغاز خواهد شد. شاهینزاده گفت به این منظور اکنون از شمال و جنوب تاجیکستان صادرات برق به ازبکستان شروع شده است. همچنین ساخت نیروگاه برقی در شمال تاجیکستان با سرمایه‌گذاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد. پیشتر مقامات بانک رشد آسیا به تاجیکستان برای برقراری دوباره شبکه برق واحدی آسیای مرکزی 35 میلیون دلار کمک بلا عوض اختصاص داده بودند. یادآور می‌شویم که کشور همسایه ازبکستان سال 2009 به طور یکجانبه اقدام به ویران کردن خطهای انتقال برق تاجیکستان را کرد که سبب کنار زده شدن تاجیکستان از شبکه یگانه برقی آسیای مرکزی شده بود. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید شکایت ها درباره پست شدن صفت و سرعت پست اینترنت از جمله اینترنت موبیلی اساساً از مشتریان صدا میدهد که استفاده ویدجت را نمیدانند. طبق یک پژوهش سازمان بدیکام که 2 سال پیش انجام داده بود، تاجیکستان از لحاظ سرعت اینترنت موبیلی در بین 124 کشور جهان از همه پست ترین است. الهام عطایف معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان روز 13 ایول در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت از شکایت‌های زیاد ساکنان درباره پست شدن صفت و سرعت اینترنت آگاه است. به گفته عطایف سبب اصلی صرف زیاد ترافیک اینترنت ندانستن چگونه استفاده کردن اسمارت فون میباشد. معاون خدمات علاقه شرح داد که در اکثر موردها مشتریان چطور استفاده بردن اینترنت موبیلی را نمیدانند. او نقل کرد که یک مشتری به نزدم آمده گفت که اینترنت موبیلی زود تمام می شود. طور معلوم شد او همزمان از ویدجت های زیادی که در سمارت فون هست استفاده کرده است که به این ویدجت ها خیلی زیاد اینترنت صرف می شود. دادگاه دوم حوزه نظامی غربی در شهر پسکاو روسیه شهروند تاجیکستان را امیسر داعش عنوان کرد و در سفید کردن تروریسم در بازداشتگاه موقتی پسکاو مجرم شناخته به مدت 2 سال و 10 ماه به زندان محکوم کرد. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به خدمات مطبوعاتی FSB روسیه در ولایت پسکاو خبر می‌دهد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی FSB این شهروند تاجیکستان در میان محبوسان غایه‌های اسلام رادیکالی را ترغیب می‌کرده است. ضمن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی معلوم شده است که او به یکی از کارمندان سیزا برای انتقال تلفن همراه پاره پیشنهاد کرده است. در خبر از این شهروند تاجیکستان نام برده نشده است. دادگاهی در مسکو سیاستمدار روس ایلیا یاشین را با اتهام قلبکی برای 2 ماه بازداشت کرد. در این باره خبرگزاری میدی از آن اطلاع داد. پیش از آغاز جلسه دادگاه پلیس چند نفر را هم که برای حمایت از سیاستمدار آمده بودند بازداشت کرد.
ایلیا یاشین از کمشمار سیاستمداران سرشناس مخالف حکومت روسیه است که پس از موج سرکوب علیه طرفداران الکسی نوالنی و آغاز حمله روسیه به اوکراین روسیه را ترک نکرده به مقابل تجاوز ارتش روسیه به خاک اوکراین به طور عمومی برآمد کرد. پرونده جنایی علیه سیاستمدار یک روز پیش معلوم شد. این هم در حالی است که از 28 ایون یاشین در حبس مأموری با اتهام اطاعت نکردن به طلب پلیس ادای جزا می‌کرد. او را شبانه هنگام سیر و گشت در باغ بازداشت کرده بودند. از این پیش ماه می دادگاه سیاستمدار را با اتهام بی‌آبرو کردن ارتش روسیه در مجموع 90,000 روبل جریمه بسته بود. این بود شرح خبرها تا این دم. ما را پیگیری کنید.